منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه 4 گوشه زمین، پسر کمبوجیه، نوه کوروش، از نسل چیشبیش، شاه بزرگ انشان. آنگاه که نبودید، شاه بابل آیین‌ها را دگرگون کرد، خدایان را از جایگاهشان بیرون آورد و به مردمان ستم کرد. مردوک خدای بابل خشمگین شد و در میان سرزمین ها جستجو کرد تا شاهی دادگر بیابد که دلش راست و گفتارش درست باشد تا مردمان را از ستم برهاند. او کوروش شاه انشان را برگزید. مردوک سپاهیان بیشمار مادها و گوتیها را در برابر او به کرنش درآورد و کوروش را فرمان داد تا به سوی شهر بابل رود. مردوک بی جنگ و خونریزی دروازه های شهر بابل را بر او گشود. من شهر بابل را رهانیدم. مردم بابل، سومر و اکد به پیش من آمدند و از پادشاهی من شادمان شدند. چون با آشتی و صلح به درون بابل آمدم، مردوک مرا که بابل را دوست دارم در دل پذیرفت. سپاهیانم با آرامش در شهر گام برداشتند. من نگذاشتم کسی در سومر و اکد بیمناک شود. من مردم بابل را از یوغی که بر آنان نهاده بودند رهانیدم و خستگی و رنجشان را آرام ساختم. شاهان سرزمین های دور از شرق و غرب، از دریا تا کوهستان پیشکش های خود را آوردند و کرنش کردند. من خدایانی را که از نیایشگاه هایشان رانده شده بودند به جایگاهشان بازگرداندم و مردمانشان را به سرزمین هایشان باز آوردم. من به همه سرزمین ها آشتی و آرامش آوردم و شهر را از نابودی رهانیدم. میدونید چرا؟ در زمانی که همه پادشاهان مردم رو میکشتن و به بردگی میگرفتن، من آزادی بهشون بخشیدم. چون باور من اینه: پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک.